خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. چه خوردن سیاه نداره؟ سر خوردن سفید نداره. سلام بچه‌ها، چطوری؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه، به یه چالش دیگه. سحر چالشمون چیه؟ وایسا حدس بزنید چالشمون چیه؟ وایسا اینم من نشون بدم، سحرم نشون بده. بله آفرین، تو کامنت ها بگو. آره چالش سیاه و سفید. سیاه بهتره. چه خوردن سیاه نداری؟ سحر هیچ خوردن سفید نداری. سفید زیاد. برای سحر آسون تر بود همیشه برای تو آسون بچه‌ها تر. ولی تو کامنت های اون سری قبلی بچه‌ها اومدن نوشتن که میتونید پودر رنگی بگیرید، مثلا بریزید رو هر چی که میخواید میتونید بخورید. این تقلبه به نظر من. بچه‌ها مدل موامون رو تغییر دادیم. من آره. اصلی بستم براتون. منم سحر دنبه اصلی، منم ببعی. 100%. تو هم میگی دنبه اصلی، منم ببعی. دنبه ببعی. بچه دمتون گرم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. حتما حمایت کنید. تو کامنت ها بازم بزنید که چه چالشایی بگیریم. پاره مجبوری بعد بپوش. پاره. ببینم جوراب دمپایی تو در بیار رنگیه. خیلی کارش درست. بر طبل شادانه بکن، پیروز و مردانه بکن، برخیز و پرچم را ببر، بر سر در اونم تو حلقم. به به همه چی. بچه ها ترازو و اینا. بچه ما داریم کاسبی میکنیم. بچه ها طبق معمول اومدیم فروشگاه ترکیه که اصلا نمیشه فیلم برداری که گیر میدن ناجور. بچه ها هیچی سفید نداریم. هیچی سفید نداریم. اصلش یعنی بیشترش باید سیاه باشه، حالا روش رنگی داشته باشه اشکال نداره. چایی؟ جدا میخوای چایی برداری؟ دیوونه است این سحر. میگن تخمه سیاه یا تخمه آفتابگردون کدومشه؟ چقدر شما خنگین. مایه ظرفشویی میتونم بردارم. خود در آرامش انتخاب کنم. ببین این چیه؟ نمیشه بلک رست. قهوه رسته. ترکیب چیزای سیاهه. نمیدونم صدایی میده. احمد محسن از اینا بگیر، از این حاضری ها بگیر. هر چیزی سیاه که الان بخریم و باید بخوریم، همینه. باید بخوریش. بی تربیت. اوکی بیسش سیاهه. فیلتر قهوه است، دوست ندارم فیلتر خب فیلتر قهوه دوست ندارم. ولی میگیره حد نداره. اوکی. فقط نمیدونم بعضی از زیتونا خیلی شورن، اونجوری نباشه. کپک زده تهش واسه. اینو من سر بگیرم برای خودم. آخه چیکار اینا؟ بگی بکنش تو کون. از اینا که میخواستیم بخریم. این من سیاهه. سیاهه دیگه. نداریم حسین بخرم. آره سیاه بوره. وردار. خیلی لازمه. شانس چقدر چیز داره. جوراب سیاه. جوراب. ایول. حسین. ایول. من برای تو ولی هیچی پیدا نمیکنم. من برای خودم اینو میخوام شکر ولی قنده. قند بگیرم سر. میخوام قند بگیرم. من نمیخوری که تو. نه باید بخوری و همه رو. باید بخوری. نه همه رو. باید یه چیزایی بگیری که امروز به کارت بیاد، نه اینکه هر چیز سفید میبینی بگیری. سوس جان ساکت. نمک بگیر. نمک که کنه. این نمک دیگه تو. نمک بخورم. بیا اینو بخور. رنگ موی مشکی بگیرم. میخوام موهامو مشکی پرکلا. موهات الان چه رنگی؟ آبیه؟ قرمزه؟ من خرمایی تیرس، قهوه‌ای خیلی تیرس ولی مشکی ببینم نیست. کربلاقی. یه پنیر بگنه، پنیر توفو پیدا کردم. پنیر سفیده. جعبش سیاهه. پنیر سفیده باور کن. جعبش سیاه. این خیلی پروتئینش بالاست. من از این پنیرها خیلی دوست دارم. نه سفیده دیگه. نه نارنجی. با سفیده حرف بزن. بچه‌ها حسین راضی شدش که شوینده ظرف بگیره واقعا.
1.5 لیتری. یعنی ظرف شوری هم میخوام ظرف بخورم. مهم اینه که سفید جمع کنی برای خودت. نه من الان یه کلاه سفید ببینم میگیرم کلاهو میخورم. نه همه رو بعد امروز استفاده کنیم. نمیخورم. 24 استفاده میکنیم. سر چی یافتی؟ به من اینو انگور خیلی سیاه. دوست دارم. بس یه دونه دیگه برای تو من- نمیتونی بخوری. من خیلی دوست دارم سرمن اینا. مال منه. اینو نگاه کن اندازه چیزه شما بگید. مرض تو چرا من چیز بدی نگفتم که. نه خیر تو خیلی مغزت منحرف. حسه پیاز سفیدم میتونی بخوری. نه گمشو پیاز چیه؟ اونا نوار بهداشتی میتونین من بگیری. آره و بخوریش. قارچو چرا قارچه ریزه؟ این خوبه. سر چی یافتی؟ دارم بعد غذا پیدا میکنم. غذای تو بیشرف غذای ماته. آخ چه خوشگله این. انقدر من این گربه دوست دارم. سر اینجا چیه میخوای بگیری؟ اینجا بده. بچه ها اینجا همه اصلا اینجا ردیف منه. ولی سفید نیستم. بابا این چی میبینی تو اینو؟ ناموسن بذار اینو برای یه گربه کار خیر بکنیم. برو تو جاش. ببین اینا هم خوبه ها. اینا آره دستکش سیاه. به دردت من میخوره. نمیدونم تو خودت میدونی. چی شده؟ چی پیدا کردی؟ آسی سفیده. سفیده. آفرین به تو. پاستیل سیاه. چه سنگی. من میگم یه دونه برای اینکه به خود ضرر نزنی یه دونه کوچیک اگه نظر منو بخوای. ما مهمون میاد خونه‌مون بهشون شده. آره. خودمون نمیخوریم که. میخوایم مهمونامونو بکشیم. جولات دیا. همه سیاه. انگور انگورا رو گوه زدی به اونجا. اینا هم میشه بگیریم. من ماست؟ بگیرم ماست هم خوبه. آره اونم میشه سیاه. آره بچه ها بعضی رنگا تو دوربین شاید مثلا شما اینجا قهوه‌ای تیره است ولی سیاه ببینید یا سیاه شما قهوه تیره ببینید. از این اشتباه نکنید. نه این سیاهه. الان سیاه ولی نمیدونم چرا این الان درست شد. بگیر به من سوال نپرس. چاکلت. میبینم که چیزای سفید کم هست. اینجا خیلی سفیده که چشت نمیده. اینا خیلی خوشمزه است. آفرین. حسین بابا ای بالا بابا شانسی. بچه حسین یه زمان عاشق تخم و شانسی بود. یعنی سفیده دیگه آره؟ نه ولی بیسش سفیده. بذار اینو تعریف کنم برای بچه‌ها. نه بچه‌ها یه زمان بیسش سفید معنی داره سفیدم ولی همش نه. این که سفیده دیگه درسته؟ حسین یه مدت عاشق تخم و شانسی بود. آخر یه روز دعواش کردم گفتم دیگه برای تخم و شانسی نمیخرم. دیگه نمیذارم. سهر چی یافت کردی؟ میخوام پروتئین بار بگیرم. بچه اینا پروتئین داره. خب وایستا ببینم این زده تخم مرغ سفید و میوای خوش شده و خشکبار و کاکائو و همین. خب ولی چیز سرشه از پروتئین. یه دونه از این برمیدارم. سفیدش هم داره اگه خواستی. اینا من اینو برمیدارم اینا. خب اومدیم با آیتمای سفید من. خوراکی‌های من. مشکی تو. هاریبو سفیده دیگه. مهم اینه که الان تو اینا میخوای بخوری؟ اینو میخوای بخوری؟ تو چی کار داری؟ بچه حسین غذاش اینجا. بچه اینو پیشی باورتون میشه تو ترکیه که انقدر تو استانبول پیشی پیدا نکردم. بچه ها دلتون نخواد جایتون تک تکتون خالی ما دیگه پاستیل میخوریم. میگم چرا آب جوش آوردیم؟ عجب بوی میره. چه چیز باحالیه. بچه تو ایران از اینا هم؟ رنگ داره میره پایین. ایوه. خب چینده رو که دیگه تک تکتون میشناسید و خیلی ولی شیرینه. بیا. نه بهت نمیدم براتون. کامنت حتما برام بنویسید اگر بخوان
شما بگن که سیاه رو انتخاب میکنی یا سفید کدوم انتخاب کدوم؟ میکنی؟ آره. خودت کدوم؟ سیاه یا سفید؟ من مشکی و سیاه بیشتر ترجیح میدم. من جفتش دوست دارم جدی. بچه ها پروتئین بار رو باز میکنم. این خوبه، خداییش مقوی هم هست. خودش شامه سر سیاه شد. خارچه موه ناموسن نشون بده. معلوم نمیشه. بچه تو قارچه پلو با موه، یه مو کلا خیلی شیرینی شد. من لواشک هم میتونستم بخورم. بچه ها این قنده. اینو چیکار کنم سن؟ بکنم تو تونه اینم برای مهمونا گرفتم که بچه ما اصلا قند نمیخوریم از این قند شکر. اصلا ما قند شکر قند شکر نمیخریم، اینو برای مهمونا میگیریم. خواستم سفید باشه دیگه. آبکیه. خیلی پروتئینش بالا. پنیر چیه سر؟ توفو. اون توفوه، این پنیر خلطیه. بچه ها دمتون گرم. خیلی برامون حمایت کامنت می‌کنم. میذارین. دمتون گرم. واقعا عاشقانه همتون رو دوست داریم. آره. آره. یارو افتادم که عاشقانه. یه دونه هستش اسمش یو آندرلاین دای آندرلاین 99 زده خدایی تو زندگی هر کی یه دونه سحر با این اخلاق. آیا قربونت بشم اسمش چی بود؟ یو دای یو دای. هلو. اسمشو نمیدونم ولی مستعار گذاشته. واسه میرم مثلا تو دایرکت اینستاگرام یه سریا میان انقدر محبت دارن، انقدر با عشقن، انقدر مهربونن، انقدر فازشون مثبته. حال میکنم حسین بچه ها دمتون گم واقعا. چی؟ چند دقیقه بعد اینو بذاری؟ خوبه نه بچه ها بفرمایید انگور 30 ثانیه زده 30 ثانیه. شراب قرمز از این انگورا درست میکنن؟ نمیدونم انگور شانیه، انگور سیاه، انگور شانیه فکر کنم. همینه. اینه شاید. مویزو ولی با اینا درست میکنن مگه نه؟ این قارچ ترکا میگن مانتار. خوب که دیوونه نه بخوری. با یه ذره همینجوریش کرم داری؟ با یه ذره احمق نکن. مجبورم مانتار همین قارچ رو با پنیر بخورم. حسین این پارت نسبت به پارت قبلی چیزای کمتری داشتیم نه؟ آره. سیاه‌سفید خیلی کمتر از رنگیه. بچه ها ما اونی که دوربین ویدیو گرفتیم ما رفتیم چند تا فروشگاه هم گشتیم هیچ چیز خاصی پیدا نمی‌شد. مثلا کاکائو بود. خب ما کاکائو چند مدل مثلا کاکائو بگیریم. نکن الان اینا هم کاکائوه. خب من اینو باز کردم، این کیندر رو باز کردم. مثلا نور سفید و سیاه هم داریم خب ولی پیدا نکردیم. آره خب نوشابه باز کن، نوشابه بخور، یه ذره بخور. پنیر توفو بچه‌ها یه ذره بعد طالبش باشه، زیاد مزه اونطوری نداره ولی بیشتر پروتئین خیلی بالایی داره هیچ دیگه. مزه ای نمیده. آره اصلا مزه خاصی نداره، فقط یه چیز دیگه. عروسیم شب. بچه حالا رفتم بیرون اگه پیشی پیدا کردم اینو میرم بهش فیلم میگیرم، ویدیو میگیرم، اضافه میکنم. خلاصه که بچه دمتون گرم. اگه از این چالش خوشتون اومد حتما تو کامنت ها رنگشو به ما بگید. رنگش انتخاب کنیم. سیاه‌سفید زیاد جالب نبود چون خیلی کم بود. حتما آره واقعا کم بود. رنگی که بگید هر کدوم بیشتر بود میریم اونو میگیریم براتون. دمتون گرم که حمایت میکنید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره، زنگوله رو هم بچپونید تا دوستتون ویدیوهای داریم. دیگه. خدافظ. خداحافظ.